هیچ خماری مثال این کوچه های نورسی و کودکی یادی پدر و مادر فرزندان همه وقت در یادم بودن حرکت میکردیم که رفتم بیو در دوام 38 سال و 9 ماه که ایره نکنی نکن اکو شده گذاشت کن راه نگاه کردیم خیلی قصول نیامد خیلی ما گفتیم البته دیگر امیدمون کندیم که خیلی یک دیگری رای پیشتیم. فرزندای پدرم فقط راه نگاه داشتن میگریستن اپام از یک غمای را کسلیان اپام خیلی ما هم غم خوردیم غم نخوردن میشه فرزندی پدر یک جا کلوشیده بودیم. میگم من خفای هم بلند نگاه کردم نظارت کردم رفت سه دروازه بود دروازه در اومد میگه لحظه که میگه ای دروازه برومد واخوری دیدار و عزم اومدن به تاجیکستان چقدر به میان اومد بعد از این 38 سال خودش من اونجای اومدنی بودم دغنو این خانه من رفت اخبار بود خیلی من ذکر تو یکی با او را تسلام میدادم بار وجدان تو نظر به تو نمیداد جمعه نعیمов بعد از 38 سال ناپدید بودنش به خاندانشان برگشت. فرزندان پدر که طول اینقدر سال از فراق سوخته بودند با اشک سوزان استقبالش گرفتند. خوب باید اون طرف این 39 سال شوخی نیست بچه بچه شوخی نیست مونه باید تشاوی که بچه تشاوی بچه های دکش بکن تا قفا بکن سال 1985 یعنی 38 سال قبل از این دیار
ناحیه وسه جوانی ناپدید گردید و اینک بعد از 38 سال او به زادگاه خود به نزد پیوندان خود برگشت. گروه ایجادی کانال پیشصف از آمدن جمعه خان نعیمов آگاه گردیده راهسپار شدیم به سوی ناحیه وسه تا سبب اینقدر سال نبودن او را پرسان شویم. من سال 1983 تا 1985 کاپیراتیو تکنیکومی لینوباد میخوندم. خب دیپلم گرفتم، اینجا با اومدم. از اینجا من فهمیدم که خواهرم بنیسه دوشنبه بر. خب من بنیسه دوشنبه برفتم، یعنی همون خواهرم با یک تا ضعیفی لینوبادی بودن. خب. کس گفتن که شما کاپیراتیو تکنیکوم تمام کردید. من گفتم که میخواید می لینوباد با کاربا درارم. بعد من حیران شدم، ضعیفی بگونه خیلی مثال دلشون صاف من با کار تعیین کردین. حیران شدم ماندم و نگفتن نتونستم. خب مایلش گفتم. بعد момент وان کسام خط نویسوندم، من با دادم که روید من اوکیم شما یا بیزاست این جای کاربان میموند. خب بعد من رفتم لینوباد پریده رفتم من. سخنی هم کسا دمین بدم موندم. این سال 85 خب 1985 بعد من کاپیراتیو لینوباد با پریده رفتم سمالوز خطی. من همه آدم یافتم خط درست کردم، سلام علیک کردم درست کردم. بعد اون کس من با گفتم شد من خواندم خطا چی میخواید گفتم. من گفتم چینی من کاپیراتیو تکنیکوم تمام کردم، یگانجا کار با دروندم در کار. کجا کار میکنید؟ من گفتم نمیدونم. سون این کس تلفن نگرفتن و زنگ زدن. خب یک دو تا جای بعد زنگ زدن، من گفتم نمیشد اینجا گفتم. بعد طریقتاش می فابریکای شوکت کس که فابریکای لینوباد با تلفن کردن، همونجا اکونومیستی بود است. بعدی 40 روز وای ضعیف اکور لکریت با میبرامده سونی میگرفته. بعد من گفتم که خیلی جای معقول است، صد افسوس که 40 روز وقت است. سونی بعد این بود دو سه تا گسنیسه دیگر جای تلفن کردن، لیکن من حقیقتا مگزین نگفتم. خیلی گفتم مایلش من میبیام گفتم. دوشنبه پریده اومدم اینجا بیام دوشنبه با ایرپورت با بچه سمرقند رفتیم. خب سونی من گفتم نه گفتم بکار گفتم 40 روز وقت است سمرقند تماشا برفتم من. پدر مادر نپرسیده؟ 24 25 بودم. نه مقصد پدر مادر آگاه نبودن نه؟ نه نبودن. خب بعد من رفتم اونجا بچه ها قطعی یک جا با ایریری شناس شدم. شخصه اون کس گفتن که بید من همجا با جای کار با میمونم. سونی من همجا با کار با در اومدم. خب لیکن من یک سه مرتبه چند مرتبه خط پسندگی بودم. همون خط با فقط سمرقند نایسندگی بودم و خود پسندگی بودم. و خونه خط نه من چند مرتبه پسندگی بودم خط. این از همین سیستم سویت حکومت ویران شد. من مگزین با کار میکردم، بعد از مگزین برآمدم اتوماتیک دیگر کارو با شغلانی کردم. بعد دیگه با دیگر کار با همین خیلی اشکالات امروز میرم پگا میرم استوریا دراز شده رفته. فکر نمی‌کردید که مثلا پدر مادر در فکر شما در جستجوی شما هستند؟ همین واقعیت همه وقت فکر میکردم خیالم با بودم من یگون چیز از یاد نبردم. اون یکی صد افسوس که پاچم نکشیده. چی سبب شد که شما اونجا مونده؟ شاید اون مشقه پیدا کردید؟ نه من اونجا خانه‌دار شدم. دو تا فرزند است. ولی حیات داشتی دوام گیتان گرفت. اونجا اولادار شده دیگر موندید اونجا نه؟ ها موندم. در دوام 38 سال و 9 ماه که ایره نکنی نکن اکو شده گذاشت کو در دوام 38 سال و 9 ماه که خودم به دست خودم بلیط گرفتم. 22 ماه یولی 1985 برادر خود رو به شهر لینوباد، یعنی که وزیر شهر است در روشن خوجان روان کردم برای حجت‌هایش رو از مکتب گرفتم و بعد پس اون برگشته اومدم به خانه. بعد این به شهر سمرقند رفت. خیلی در شهر سمرقند خیلی با همون کار افتاده.
کار و فعالیت زندگی در همونجا کار کرد. شما میدونستین که در شهر سمرقند است؟ من نمیدونستم. خب خطی من نمیدونستید نکن؟ یک چیز دیگر را اشکر کنم که وقتی که به شهر سمرقند رفت در حقیقت مکتوب می نویسم. خب اما مکتوبی که می نویسم دوروی میکرد فقط سوال و جواب پرسیدن از سلامتی، صحتی سلامتی و امنی چه بدن زندگی ها با ما معلوم میکرد. لیکن ادرسی که من در فلان جا هستم به این من معلوم نبود. شما فرزند کلونی نویل هستید؟ شما برای در این مدت مقصد عزم نگرفتید که به جستجوی فرزند پدرتون برید؟ الان نگرفتم. به کجایی که شنیدم و رفتم سراغ کردم، پرسان شدم، گفتم هیچ خماری مثال این کوچه های نورسی و کودکی یادی پدر و مادر فرزند همه وقت در یادم بودن حرکت میکردیم که رفتم بیو صد افسوس که هیچ پوچه میگون که همون توب نخورده. خوب 1 سال پوچه توب نخورد، 2 سال 3 سال 5 سال خودش بعد من مولی وقت روسیه برفتم بعد سویت حکومت. یعنی سالهای 90 بعد 91 بعد 93 94 هم خیلی سالا اوزی من روسیه رفتم ده. خب در روسیه چند سال موندید؟ روسیه با یک جوش با 4 سال کار کردم، بعد یک جوش با گشته اومدم 1-2 سال هم گشتم و با رفتگی بودم. در همین مدت یگان بار با خانواده در ارتباط علاقه نبوده نه؟ سویازه نبوده؟ نه من از یک تا انسان یک چیز سلام علیک کردگی وقت من پرسیدگی اومد بعد 1-2 تا گپای نوتوری گپ زد فلان کس این تو شده است اون تو شده است دلم خنک شد و گپ زد دیگر نتونستم. همون اگر مخفی نباشه به شما چی گفت که شما دلتان باز سیاه شد و خفه شد دیگر نامده؟ نه من به هیچ نه اوز گفتید که کسی برای شما چیزی گفت؟ این در شهر مسکو شدگی بود. من از یک تا هم شهری اکو زمینی یک دویه میشد همون پرسیدم چطور من از همونجا چون گفتم که من از اینجا چون من گفتم که همون جای شما گفتم هم خیلی آدم ها هست میگفتم ها من گفتم فلان کس ما با فلان میشد. خب چون اون کس گفتم که وای این تو شد اون تو شد گذشته چی گپای در گذشت پدر مادرتان افتاد؟ نه دیگر کس گفتم چون من همیشه گفتم دلم خفه شد و دیگر من یگان چیز سوال ندادم همین خیلی شدم موند. پدر مادر خدا روانشان شاد باشد. حتی نمیدونستید نه من میدونستم که پدر مادر خیلی اکو هستن اکوم هستن یه رو کوم هستن و یا هستن گفت طوریش خیلی وای همه وقت در یاد بود و پرسیدم با کنکریت نیادم نبودم رفتم به حرکت میکردم چون خیلی امروز میرم پگه میرم امروز میرم پگه میرم همین دلگی بایشتم موند. ما در حقیقت بسیارترگی مراجعت با اون تاکسی‌هایی که در شهر مسکو تاکسی‌داری میکردن ما با اون مراجعت کردم برای که گفتیم که اونها معلومات بیشتر دارن از ملت تاجیک خودمون. بله 2015 به شهر مسکو خودم رفتم با مدت 1 ماه. مقصد فقط جستجوی فرزند پدر؟ البته ما برای کار نرفتم، ما برای یگان کار نرفته بودم، ما فقط برای جستجوی هم فرزند پدرم رفته بودم. یک روز به یک شخص با خوردم. همون شخص در حقیقت همه تاکسی زنی میکرد. بعد گفتمش که در دوام مثال نمی 1 ماه اینا 2 ماه اگر بفرضه که اگر تامی برادر مرا بیاوی من این ماشین تایپوتا کلیچه میگیرم دور جنگل میکنم من ماشین ها میخرم اعتماد. همین خیلی حواسمندش کردم که یکی ما بود و همه بیاوا. خیلی از هم یوف نشید. لیکن همه رفیقای ما را گفتن که در کورس دیدیمش، در تامبوفسکی اوبلاست دیدیمش، در میچونسک رایون دیدیمش، در کراسارمیلسکی رایون دیدیمش، شهر پدمسکو در گفت دیدیمش. ما این برادر وقتی که اومد ما گفتم که تامی شهر رو بودی میگن نه ما حیران میشیدم. بار وجدان تون عذاب تو نمیداد؟
وجدان اکو عذاب از اون که نان پدر مادر خورده بودید به وایه رسیده بودید در این اویله چقدر وجدانتون عذابتون نبودید خیلی اکو وجدان خیلی فهمونم من شما با در همه وقت من فکر خیال با بودم من او وقت نمیدونم در گفت طوریش چوبا این شد نمام نمیدونم رفته بود پس هیو 4 سال پس مادرم گذشت با 3 سال و پس های مادرم 4 سال پس پدرم گذشت. من روزی نبود که شما در پیش روی من نبود. من هر روز شما را یاد میکنم. من شما را فراموش نکردم. نه در روز خانه اکم در ایستادیم اونجا روزی اومدنش پیشوازش گرفتیم بعد با در روز پس دو خانه دادرم رفتن اونجا خیلی مهمانداری طلباندن سو بودین از خانه ما اومدن حتی کلیم هم در این نزدیکی من با میستر گریه میکرد خیلی مادرم میسول میکرد گفتی که مادر شما که به که نمیرسم اگر خدا زنده باشه روزش میشوه که روزی میشوه که تلفن ما رو تخت میکنه برای گریه کرده بودیم برای خانواده پدر مادر نه برای چی؟ برای خانواده تون یکم بر گریه کردگی بودین کجا با؟ برای پدر مادرتون در ملک غریب به هر حال به سر بردن در یک ملک بیگانه آدم خب دل میسوخته خب یکم بر گریه کرده بودین نه اکو سیستم مای حیات درست هر زمان من دیگر شدم موند تور دیگر شد تو رسیه تو اینجا تو رسیه تو اینجا همین با باشه حیات میریال شدم موندم دم این تو دم اینجا دم رسیه با هم خیلی شدم موندن من همون با من هر زمان اویدم با میگفتم رفتن در پر امروز میریم پگه میریم گفت توریش هم خیلی در روز کشیده رفتیم نباشد بچه هم میدونن مثال من کتم اویدمون من اویدمون کلون و اینقدر جای هست مثال کلون جایای وی هست مثال جای زیارت مثال میکردیم خوب بخشش وخوری دیدار و عزم اومدن به تاجیکستان چقدر به میان اومد بعد از این 38 سال خودش من اونجای اومدنی بودم 19 خب همون توشکن نامدن نرسیدگی بودم خب سونی همون سری کوچه به من دوتا آدم واخوردم تصادفا نه؟ سلچه نه؟ نه من پروست من اونجا دیدم این آدم های اینجا نیم من خودم پیرت اومدم قدشون گفزنان کردم که اینو چی میگود که یکیش گفتن که ما با پلان چیز در بعد من گفتم شما اگجا گفت که گفتن که از تاجیکستان سوری من گفتم من هم از تاجیکستان گفتم اگجا من گفتم از پلان جا گفتم چیز دختران هم میدونید پلان جای میدونید بیرون ولی این یکی گفتم که من اونجا که پلان تو پلان چه نمی من گفتم من پلان چه گفتم سونی هم قطعی اچاش کردیم در عبدو کسنان خونه در آوردم اینو یک نیم ساعت یک ساعت قریب گفزنان کردیم من گفتم یکون عبید تشکیل کنم که اینو گفتن که نه ما حوض عبید کردیم و بیگونی خیلی میبیریم نباشد من گفتم یکون چیز تشکیلی میکنم های اینو رفتن رگستان تماشا کردن بازار تماشا کردن و بیگونی گشته آمدن سونی من پلا ورگمزت کردم سول کردم قطعی نو خوردیم پوست کردیم بای کردیم سونی اینو عمر برفتگیشون در کار بود سونی همسایه‌مون سال بیشتر ماشینشون بود من همسایه ما وای کردم پیروز کردم من گفتم بیگفتم همین زمینکای من لجه من با خش میشد یکتشون گفتم همینو پگه گفتم ایرپورت با ساعت 4 با میپرد با عمر با میپرن همینو بیوای نمونن بیموشین گرفته البته میبرید سونی گفتن که گاب نیست گفتم میبرم من اون که سونی هم سیتینا 4 هم جای همونو با اومده اینو یا گرفته برده اینو پول درست کردگی پول نگرفتگی موندم گشته اومدم من گفتم که میمونتون که بلوزنا من برده رسوندم سونی اینو گفتن که من اینو گفتم که بعدی اومدگیتون گشته میبیتون خونه و با تفصیل بای میکنیم که صد افسوس که اینو ناآمدن اومدن اینجا و گپای یکتین نوتوری گپ زدن سونی من جانم حکمت الله قطعی بود یکتا جانم با یکتا خیلی دومادامون گفت حساب کنیم همه شد سه ارسون رفتن همین گپای نوتوری بود که شما را امروز به
خانه پدر ها نه همون اگر اون گپا نوتوریه اونا نمیگفتن حاجی بابا ها شما باز با فیلم که 38 سال دیگر میموندید. نه این موتوری گفت من 100% اوبریم بودم که خودم می اومدم فکرم بود که باید گشته می بیان از ویا و نه اومدن اینجا و رئیسشون پیامو دوشنبه شد بعد اینجا اومده اینو با درک دادگی می بعد اینو رفتن منبع جستجوی با اینو کانکریت نی ادرس ندادگی بوده است تو به فلان جا با همین سنتر تو همین جای من هم قدر رسیدنی برای دگر یوف میشد میسود روزی یکم رمضان درک شیفت ما تا درک شیفتم تو سر کلا و تو کرومات یکم که این خودمون بگه ساعت شده ما از آن که توی سرگردون شد و اینا پنجاکم تا گور کدا گذاشتم چی دا گذاشتم سمرقند دا گذاشتم و خیلی گفتم که با خبرت مرا میبردی ایگو توی دیگه تر حجت غم دادن است ما اوجی پنجاکم تا گذاشتم سرحد سمرقند بعد گفتم که فلان جبره امی حجیو ای روی آهن سمرقند تقسیم شدن با گسنیسوهای سمرقند بعد گفتم که هشتمی چیزا را بینه که امی فامیلای همو را گرفتم که امی دو آدم کدوم کسی سفری شده گیا رفتن خیلی بعد کسی که کفته گفته است که او را یک آدم با کجاما میگفته که خونش بود آی گفته که حجا را بیرمون اما او کجاما موده در کورین است اون است اینتریو را گیری تو بعد گفته که ما در دیگه آنها که دیگه ما در حجا ما در کور نیست ما در فقط آنما او کجاما گفته که ما با در کور خب همونجا گستینسه هست تیمبوله و زبسشون با گستینسه ریسقیه اوپر نیسوندگی خب سونین من خانه بودم که یک خود یک تا سرچه اومده من گفت که پلانچه گفت پیروز که سرچه یک زیسه است میگه که وقتی که زوگستینسه یک نبیره شفایروت کرد که براو اکا جمعه را بگو بیایا میگه ما اخفوی هم گوله نگاه کردم نظارت کردم رفت سه دروازه بود دروازه در اومد میگه لحظه که میگه ای دروازه برومد گولک دویده اومد بعدی او گولک دروازه گو باز شد گو تقویم برومد گفت ای همه جا اومد ای راگردیاش گو شناختمش که تقویم ای میگه ما دمی رش رئیس دادم که گفتم که سلام دادم گفتم که ای تقویم هم تو من نگین سوری کرده اومد شناخت تقویم گفت حدوز کرد اون چی کرد من فلانچه ای بسیار در گفتم سونی خانه در آمدیم نه خب سونی خیلی اونجا شتیم پرس کردیم سوال جواب کردیم ایلو کردیم هم تمام تو شد گفتم من با گفتم که اگه خونه میریم موزی میریم من گفتم موزی نیکت امکانیت نیست پاسپورتای ضروریش نداریم گفتم اگه ما با بنو تو ازبکستان خداست بله سوری من گفتم کم از بعد 2 هفته بعد تیار میشد خب سونی رفتیم اویلبی هم میمون 2 تا همسایه همونا و هم بچه هاشون قطعی هم میمون برده توفشیر کردیم پاسپورت های خب زگرم پاسپورت 2 هفته بعد تیار میشد هر روز اخوانه تلفن چی شد چی گپ عموما در طول همین 38 سال شما و عموما پیوندان اولیتون مطمئن بودین که در قید حیات از زنده هستن؟ ما بغباری داشتم فقط شما که همه عضو اولی؟ همه من خیلی فکر هر کس همه میدونستم اینه که دلی خودم گواهی میداد که همین بچه زنده های یک انسان کامل میتواند که 38 سال از پدر و مادر از فرزندان پدر از کوچه کودکی دور باشد اینجا یک شرط دیگه هم هست خب برای ما تو حاضره یکم کلمه گپ شفتگی نیستم خب چیزی که بود این چخیلی که میگن که اگر کسی که کتابی قصص اول انبیا خونده باشه ترجمه فرزندش حضرت یوسف علیه السلام خونده سالم وای شد چونی اوجه وقتش هم شده شما امیر رو سرنوشت قسمت می‌حسابید یا که عمل خودتون نه تو بلند یک بپروگی با میدارد می چی با میدارد می نفهمیدم نوکه جستی که من همه وقت حرکت میکردم رفتم با اون خودی که یک جادو کرده که یک وای می گپت تو ریشته من همه وقت من هم زن و بچه هم با میگفتم که رفتن در کار گفتم حرکت کرده یک رفتن در کار اولاد یک قدم هم گفتم این تو ها میریم هیچ همون وقت طوری نامده در اون با دلم خوردم
و یا ما خوردم و همون اومده همین شبش خطیمه که من مولی بر خدا با نودا میکردم که من روم نو پوچه من چطور که این پیش نرفته همه آدم ها اومدن من هزاران بار شکر کردم که همه من وا خوردم لیکن از خداوند فقط التجا ما میکردن. التجا میکردم که خیر روم بودم ده وقتی که بخشش از دروازه در اومدید و او دو فرشته زیبای زندگیتون رو ندیدید، پدر و مادر چخل؟ پدر من اکو صد افسوس و خودشون یه سالشون پیر بودن بعد از اومدن آرامگاهی پدر مادر رفتید؟ این همین رسیده اکا اول اموجا این مقصدش که اول اموجا برم نه که بعد دیجا با این خوردن گفته که نه اول خونه تاوی کلونیم بعد تاوی خوردم امروز که اومدین هم با خویش توارا و اهل و پیونده و عزیزا را دیدید و باز مقصد ازم دارد که بیروید. شما شهروندی اونجا رو علاقه دارید نه؟ من قرای ازبکستان شهروندی؟ ده البته خوب باز نیتی برگشتن و اومدن دارید؟ نو یه اکو وریان نموندن خواهرم گیرکیس است و اینش گیرکیس است اکا بیاید گفته دور نمونید گفته من گفتم شد گفتم هر یک سر شد کردم می بیام گفتم دیگر یکمش که جانم موشه میدونن کجا بودگی من بله مثال من یکم کس با حیات بگه بی دروغ زدگی نه این ویژانم قبول نمیتوند اون صد افسوس که خیلی هم خیلی شده مونده خوب یک سوال دیگر ببخشید هر یک نفس چشنده مرگ است شما خودتون میدونید و خیر خداوند عمر 100 و 200 را ببینید اما میخواهید که مقصد بعد از فوت در کدام خواب جسم شما به خواب میرود؟ نو من سمرقند بشینم من طلب نکردگی جای من گفتم من بریم من زندگانی کردگی اونجا و مقصد من هم این بود اونجا من وطنم هم نی و هم نیستی نه وقتی سویت حکومت با اونجا حیات دیگر خیلی بود مثل شهر سمرقند نو اوزی رکو اوزی شتو هستم شتو نیستم برای من همشا میدونی یک چیز میبینم اون خدایی که مرا خلق کرده نه گپی گندش گفتیم نه یکی اون تامرا گپی گنده گفته است تقدیر الهی بود این خودش پیدا شد یکی خداوند بنده غم نخه غم خورد میم نیکی ما غمی بهوده خوردیم اومد فرزندی پدرم رحمت زنده باشی رحمت آمین آمین